سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. آرزوی سلامتی میکنم برای همه عزیزانی که این ویدیو رو تماشا میکنن. در خدمتتون هستم با یک ویدیو نسبتا متفاوت نسبت به اون چیزی که در سری دوم آموزش روش TLB خدمتتون ارائه کردم. بیشتر برمیگرده به مباحث بنیادین مثل مفهوم فراکتال و استفاده و کاربرد و یه مقدار دید بهتر نسبت به مبحث لگ شماری که در کنار اون مباحثی که راجع به ساختار در سری دوم صحبت کردیم مطمئنم که میتونه کارساز باشه. عزیزان ویدیوهای مربوط به لگ شماری و مفهوم فراکتال رو که مربوط به سری اول هست و مدت‌ها پیش آپلود شده که در زیرنویس همین ویدیو قرار میدم. عزیزان لینک هاش رو برن بررسی کنن. اگر ویدیوها رو ندیدن حتما ببینن، چون اون موقع است که این مفاهیم زیبا میشه. پس توصیه میکنم قبل از اینکه اینو تموم کنین برین یه سر اون ویدیوها رو ببینین. بعد از دیدن اونا میتونین این ویدیو رو با کیفیت بهتری مفاهیمش رو دریافت بکنین. بسیار ممنونم از همه عزیزانی که با بنده در ارتباط هستند. عذرخواهی میکنم یه مقدار پیام بعضی از دوستانم دیر جواب داده میشه، به خاطر اینکه من یه مقداری حقیقتا آخر سال هست و گرفتارم. ولی به هر حال سعی میکنم بر نحوی که شده سری دوم آموزش رو قبل از انتهای سال میلادی حتما تمام بکنیم که عزیزان بتونن از همه این مفاهیم در معاملاتشون استفاده ببرن. خب مبحثی که میخوام امروز راجبش صحبت کنم درک بیشتر مفهوم فراکتال هست که در گذشته یکی از پایه های اسمارت مانی بود. اگه خاطر دوستان باشه و دوستانی که از ابتدا با من همراه بودن، چرا پایه بود؟ به خاطر اینکه خیلی از تصاویر و اتفاقات در مارکت رو ما با جابجا کردن زمان در واقع بازه زمانی مارکت که همون تایم فریم هست درک میکنیم و میفهمیمش. و همین پازل های کوچولو هست که در کنار هم قرار میگیره تا مفهومی رو در مارکت برای ما تولید میکنه. که یکی از ابزارهایی که میتونیم جابجاش کنیم زمان هست که این فراکتال رو برای من بزرگ یا کوچیک میکنه و تصویرش رو برام واضح تر میکنه. همونطور که میدونین تحلیل تکنیکال عزیزان تحلیل دیداری هست، یعنی شما اینجا با داد و ارقام و اینها مثل فاندامنت ها سر کار ندارین. شما جو اون چیزی که میبینین از چارت استنباط میکنین سر کار دارین. پس خیلی مهمه که چجوری دارین میبینینش. اگر این نگاه درست باشه، اگر این نگاه صحیح باشه، شما نتیجه مطلوب رو میگیری. اگر این نگاه ایراد داشته باشه باید رفعش کنین. و تا وقتی که این تصویر صحیح نیست، یکی از مشکلاتی که خیلی از دوستان باهاش درگیر میشن و کارشون رو کند میکنه اینه که در گذشته از روش‌های دیگه استفاده میکردن، رفتن آموزش‌های دیگه دیدن و یا اشتباه بسیار بزرگتر این که مثلا با دیدن این آموزش بعدش هم میرن یه سری آموزش‌های دیگه میبینن. همه اینا دارن اون تصویره رو برای شما چیکار میکنن؟ در واقع خط خطی میکنن. شما اون تصویری رو که مثلا از این روش باید یاد بگیرین رو نمیتونین ببینین، چون چیزایی که از متدای دیگه یاد گرفتین و روی چارت رفتین تمرین کردین اونا هم داره با اون ظاهر میشه. پس شما مثل این میمونی که عینک آفتابی رو خریده باشین، روشو خط خطی کنین، بعد بزنین به چشمتون بخواین تصویر خوبی هم ببینین. نمیشه دیگه. پس توصیه میکنم عزیزان هر چیزی در گذشته، حالا اگه میخوان این روش رو دنبال کنن، هر چی در گذشته بلد شدن با بذارن کنار، کلا از ذهنشون حذفش کنن، فقط انرژی بذارن رو اون چیزی که الان دارن یاد میگیرن. اگه تصمیم گرفتن از این متد مثلا استفاده کنن در فراکتال، یکی از نکات مهمی که ما یاد گرفتیم این بود که سایز مارکت به مرور وقتی از دور نگاش میکنیم بزرگتر میشه. اگر من یک در واقع نوسان قیمت رو مثل شکل اول سمت چپ که ترسیم کردم رو داشته باشم، خب قیمت ها طبیعتا هیچ وقت بدون اصلاح از یک تراز به تراز دیگه نمیرن. قیمت ها اصلاح دارن، اشکالشون متفاوته، ولی بالاخره یک استاپ قیمت داریم بعدش ادامه حرکت. همونطور که مشاهده میکنین افزایش قیمت رو داشتیم در این ناحیه. ضمناً عزیزان کل این ویدیو رو دارن نگاه میکنن، فیلتر میکنن مباحث مربوط به ساختارشناسی رو. اینجا راجع به ساختارشناسی الان صحبت نمیشه. اینجا راجع به یکی از مفاهیم اصلی حرکت قیمت داره حرف زده میشه. پس بنابراین اینجا نمیایم
تمثیل بیاریم از ساختار. مثلا اگه میگیم اینجا الان مثال دارم عرض میکنم، مثلا اینجا بی او اس، اینجا حالا شده بی ام اس. کاری به این موضوع الان اینجا نداریم. میخوایم مارکت رو یه مقدار کلی‌تر ببینیم. در دل اون هست که شما میتونین اون مباحث رو اضاف کنین بهش. ترکیبی از ساختارشناسی و لک شماری شده پایه و یکی از پایه‌ها و اساس اسمارت مانی در TLB. همونطور که میبینین بعد از این حرکت یک حرکت نزولی بوده، بعد از اون ادامه حرکت صعودی، حرکت کرده قیمت رفته بالا. تمام این تغییر و تحولاتی که خب در چند بعد میشه نگاش کرد. یعنی ما تا اینجا حرکت صعودی میبینیم، بعد از اون یک حرکت نزولی کامل میبینیم که حالا این محدودهای اصلاح این دایره، اون حرکتی است که من توی دایره دارم ترسیم میکنم. و نهایتا یک حرکت سومی داریم میبینیم که اینه، یه حرکت صعودی کامل، حرکت اصلاح، حرکت اصلاح، حرکت اصلاح و الی آخر. درسته؟ اون تصویری که من الان دارم میبینم، مجموع این سه تا دایره قرمز تبدیل شده اینجا توی شکل وسطی به یک همون شکل هست، به سه تا خط. یعنی تمام این حرکت یک پالس داشت، همش یک حرکت صعودی بود. همه این بازگشت قیمت یک اصلاح بود و همه این ادامه حرکت چی بود؟ یک حرکت صعودی دیگه. این به سه تا جزء کاملا جدا از سه جزء کاملا جدا تشکیل شده، ولی در دل خودش حرکت‌های کوچیک و کوچیکتر داره. اگه دوستان خاطرشون باشه، حالا زمانی که ما بچه بودیم اینجوری بود، یه سری تصاویر بود اون موقع کامپیوتر، مثلا من در سن 10-12 سالگی هنوز کامپیوتر ندیده بودیم، نیامده بود اصلا، وجود خارجی نداشت مثلا در کشور ما. یه سری کاغذایی بود کپی میکردن، شما اگه به این کاغذ خیره میشدین تصویر سه‌بعدی میشد. حالا نمیدونم سه‌بعدی در چشم بیننده، یعنی ذهن انسان، مغز، حالا ما که بچه بودیم مغزمون اینو سه‌بعدی تشخیص میداد، یعنی برجستگی و گود بودن و بالا پایینش رو میتونستیم ببینیم. احتمالا خیلی از دوستان همسن من الان یادشون افتاده دارم راجع به چی صحبت میکنم. اون کاری که چشم ما اون روز با اون تصویر میکرد، شما امروز باید با چارت قیمت بکنین. یعنی همین توضیحی که دارم میدم داره اونو به وجود میاره. این حرکت سه جزئی در مارکت خودش تبدیل میشه به یک خط سبزرنگ مثل این. یعنی حالا از آخر میایم به اول، یک موومنت کامل تشکیل شده از یک حرکت، یک اصلاح و یک حرکت قبل از اون. این سه تا جزئی که اینجا توضیح دادم، این حرکت آخر خودش یک موومنت، دوباره حرکت اصلاح حرکت اصلاح، بعد از اون دوباره یک اصلاح داریم که خودش یک موومنت کامله، این خط قرمز، و بعد از اون هم یک خط قرمز دیگه صعودی داریم که تبدیل میشه به یک روند کامل. این همش رونداشون کامله، جدا هست. ما اینو میتونیم جدا کنیم اینجوری. خب چارت قیمت رو نمیتونم این کندلا رو اینجوری از هم جدا کنم. ولی اگه میشد که این کارو بکنیم، شما خیلی راحت‌تر این توضیحات رو درک میکردیم. زمانی کار خراب میشه که این تفکیک نمیتونه توی ذهن معامله‌گر تولید بشه. اگر این تولید بشه، تصاویر مارکت شکست رو قشنگ میفهمه یعنی چی، و ادامه مطالبی که میگم براش خیلی تصویرش واضح تر میشه. پس شما باید اینو توی ذهنتون بسازین. اگر همینجوری بدون هیچ گونه تمرینی در مارکت وارد میشین، مثلا یه همچین تصویری رو میبینین، من همینجوری فی‌البداهه الان اینو دارم توضیح میدم. اگر میگم این حرکت کرده، اصلاح کرده، حرکت کرده، اصلاح کرده، حرکت کرده، اصلاح کرده و نهایتا رفته بالا، اوکی، اگه اینو بیارمش بیرون و خب این آخریه بی ام اس بوده دیگه، طبیعتا توی این قسمتی که من در آوردم اینجا حرکت نزولی تمام شده. پس این چه معنا میده؟ معناش اینه، این خودش یه حرکت کامل بود اینجا، این بعد از شکست هم شده یه حرکت کامل دیگه. اوکی. حالا این دوتا توی دل خودش یک بخش کوچکی از مارکته. تصویر بزرگترش چیه؟ آیا این حرکتی که اینجوری الان شکل گرفته، من رنگ اینو تغییر بدم، حرکتی که اینجور شکل گرفته، این کجای مارکته؟ آیا این انتهای اصلاح بوده، انتهای روند کامل بوده؟ و شما باید جواب این سوال پیدا کنید. یعنی علامت سوال بکشین توی ذهنتون و بتونین براش جواب پیدا کنین. به عبارت دیگه کجای مارکت هستیم؟
مهمترین سوالی که همیشه از ساختارشناسی خیلی تلاش کردم من که آموزش بدم شما بتونین بفهمین کجای مارکتین و این تصویره براتون واضح میشه. در لیک شماری و مفهوم فراکتال هم همینه. شما باید بتونین این اجزا رو چیکار کنین، از هم جدا کنین. حالا در دل همین، حالا من دیگه ادامهش ندادم، شما در دل مفهوم فراکتال اینه، همین سه تا ضلع کوچیک تبدیل میشه به این سه تا خط قرمز، این سه تا خط قرمز تبدیل میشه به خط سبز و اگه این رو به سمت بالا یا به سمت پایین ریزتر یا درشترش کنیم، این همینجور تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. اگر شما حالا این همین قسمت ابتدایی کار رو با هم، یعنی این بخش اولو با هم مرور کنیم، شما میتونین این حرکت رو دوباره کامل شده چی ببینین، یک موومنت کامل، اون یکی که اصلاح رو یه موومنت نزولی کامل، بعد دوباره یه بی ام اس، دوباره ادامه حرکت رو یک موومنت کامل و دوباره همینا یه کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر بشه. اوکی. و دوباره همینا میتونه جدا بشه. اگر شما این تصویر توی ذهنتون داره وقتی چارت رو دارین بالا پایین میکنین، وقتی تایم فریم ها رو دارین تغییر میدین، این تصاویر داره براتون واضح میشه، دارین توی مسیر صحیح و درستی قدم برمیدارین. اوکی. خب حالا این توضیحاتی که دادم چه اثراتی داره در تحلیل های شما؟ همونطور که در این مفهوم یونیک لگ شماری به این شکل با اون تبصرهایی که من گفتم صرفا مربوط به اسمارت مانی TLB است، در هیچ جای دنیا منتشر تا الان نشده و نخواهدم شد به هیچ زبانی. ما یک مفسر داریم در بازار مالی که فکر میکنم نزدیک 15 یا 20 سال پیش تعریفی رو ارائه کرده بود از توزیع نقدینگی و پول در بازار بورس نیویورک. ایشون اشاره کوتاهی به لگ شماری کردن، نه به این فرمت و تبصره اشاره نکردن، سه تا گام در مارکت تعریف کردن: تشویق به سرمایه گذاری، افزایش سرمایه و خروج سرمایه از بازار، که به سه لگ اسم گذاشته بودن. وگرنه با این تبصرهایی که من توضیح دادم انتهای حرکت، لگ دوم، لگ سوم وجود نداره. خب این از کجا اومده؟ اگر برین مارکت رو بررسی کنین، بسیاری از این اضلاع 2 یا 3 تا لگ دارن. اما چرا من میگم شما در انتهای لگ چهارم باید بری یه لگ بالاتر؟ به خاطر اینکه دارین این تصویره رو میخواین پیدا کنین، یکی از این اضلاع رو دارین پیدا میکنین. اگر یک موومنت کامله در دو لگ تشکیل شده و بعد انگلف داده، یعنی شما دارین پازل رو طبق این سه تا شکل شماره 1، شکل شماره 2 و شکل شماره 3 داری در جای صحیحش نگاه میکنی. اگر بیشتر از این داره بهتون میده، یعنی شما با تایمت عوض کنی، شاید نظرتو جلب بکنه همین خطوط قرمز رنگ فقط، دیگه نیازی نباشه بریم پایینیه رو نگاه کنیم. لگ شماری داره این مشکل رو حل میکنه، لگ شماری داره این کمک رو به من میکنه. اگر من یک موومنت نزولی دارم که خط بنفش رنگ هست و بی او اس داره میده، بریک داره میده، اینجا بی او اس، اینجا بی او اس، و در انتها حالا لگ شماری میکنیم، اینجا این یه دونه لگ هست، پول بکشه، این لگ دومه، پول بکشه، این لگ سومه و این پول بک تبدیل شده به یک بی ام اس. مفهومش اینه که شما باید برین یک تایم فریمی رو دور بزنین که یه انگولف اینجا ببینین. بی ام اس ها انگولفی هستن در تایم بالاتر. خب انگولف رو ببینم که چی بشه؟ انگولف رو ببینم که متوجه بشم این مسیر بنفش رنگ آیا تمام شده یا نه، یا هنوز ادامه داره. شما بعضی موقع ممکنه بی ام اس، عزیزانی ممکنه براشون پیش بیاد تو تمرینات بی ام اس علامت بزنین، بعد برین به تایم فریم بالاتر این انگولفه رو نبینین. وقتی این گلف رو نمیبینین باید شک کنین این قانون داره زیر پا گذاشته میشه، یا باید تایم فریم نامانوسی داره، یا یه مسئله داره که باید من حلش کنم. اگر شما این انگلف رو نمیبینین، پس باید به بی ام اس تون شک کنین، به تایم فریمتون شک کنین، به تحولات مارکت شک کنین. این کاری که من باید انجام بدم. ولی اگه اون انگلف رو پیدا میکنم، معناش اینه که لگ شماری که انجام دادم مربوط به روند نزولی خط بنفش داره صحیح اتفاق میفته و این موومنت نزولی تمام شده. اوکی؟ خب اگر این تعدادش بیشتر بود، حالا نکته که در ادامهش میخواستم توضیح بدم اینه که شما اگر این انگولف رو میبینین،
و در انتهای یه لگ صحیح هست، قیمت 100% به انگلفتون برمیگرده اگر این انگلف رو پیدا کنین در یکی از تایم فریم ها. چرا؟ چون این انگلف ناشی از این گپ عدم توازن است. اینجا FEG که باید پر بشه. حالا سال بعدی این FEG حتما میاد این سقف رو میشکنه اگر من وارد معامله بشم؟ نه، هیچ الزامی وجود نداره. ممکن انقدر نقدینگی در مارکت تولید نشه. ما راجع به میزان برد معاملهمون صحبت میکنیم، راجع به لحظه ورودش صحبت میکنیم. پس اگه شما اینجا FEG دارین علامت میزنین، انتظار FEG رو بکشین، بهتون میده، بهش برمیگرده. اوکی. خب حالا سوال: آیا همه انگلف‌ها نشان دهنده یک BMS هستند؟ بله. هر جا شما انگلف در مارکت میبینین، انگلفی که با اون مشخصاتی که من دادم، عزیزانی این مثال همینجا جای فرصت خوبیه که اینو توضیح بدم. مثلا یک روند نزولی هست، یک کندل نزولی پرقدرت مثل این شکل گرفته. اوکی. بعد از اونم یک کندل نزولی دیگری به این شکل در ادامه شکل گرفته و بعد از اونم یک انگلف در مارکت شکل گرفته. عزیزان، اون انگلفی که مد نظر ما هست که مارکت و روند و رویهش رو برمیگردونه، انگلفی است که نسبت به دو سه تا کندل قبل از خودش سایز بزرگی داره. این درسته که کندل قبل از خودش رو کاور کرده، اما نسبت به، حالا فرض بفرمایید که شما اون نزول ما خودش یک کندله، مثلا کندل قرمز رنگی به این شکل، این انگلف من سایزش نسبت به دو تا کندل قبل از خودش خیلی کوچیک‌تره. این نمیتونه انگلفی باشه که نشون دهنده باز و اتمام یه روند است. همچین توانی در این انگلف نیست. اون انگلفی که من دارم ازش صحبت میکنم سایز برجسته‌ای نسبت به چندین کندل قبل از خودش داره. ویدیوی انگلف رو فکر کنم دومین یا سومین ویدیوی پربیننده این کانال من هست. برن از یه بار دیگه ببینن تا مشخصات اون انگلفی که مد نظر ما هست اونجا هویدا بشه. خب اگر این انگلف داره ظهور میکنه، شما اولین کاری که باید بکنین اینه که برین ببینین این BMS کجا براش اتفاق افتاده. مثلا در تایم فریم 4 ساعته هستین، شما باید برین ببینین در تایم فریم 1 ساعته این BMS رو میبینین یا نه. این نکته شماره 1. نکته شماره 2: این انگلف در انتهای کدوم لگ داره خورده میشه؟ اگر در انتهای لگ 2 یا لگ 3 هست، پس میتونه به من بگه که این موومنت مشکی رنگ نزولی به احتمال بسیار زیاد تمام شده. اوکی. خب اگر در انتهای لگ 4 هست، لگ 5، لگ 6، این انگلفه نمیتونه اتمام حرکت روندار من باشه، با اینکه لگش تعدادش بالاتره. یعنی اگر شما اینو تا لگ 3 دیدین، اگر ندیدین رفت رو لگ 4، لگ 5، تایم فریمی که باید مارکت رو نگاه کنین و باید عوض کنین. این تایم فریم اصلا کلا غلطه. شما اینجا 4 ساعته بودی، باید بری 8 ساعته دیگه، انتظار یک انگلف در تایم فریم 8 ساعته رو بکشین. عزیزانی، من میبینم در کانال در جاهای دیگه سوال میپرسن، برای من ایمیل میفرستن برای رفع اشکال. انگلف رو علامت زدن، BMS رو دیدن، میگن آقا ما BMS رو دیدیم، تغییر روند اتفاق افتاده، این هم انگلفش. شما هم گفتین لگ شماری انگلف. این انگلف انتهای کدوم لگ داره میخوره؟ اگر انتهای لگ 4 هست، ممکنه تایم فریمتون رو عوض کنین، تبدیل بشه به لگ 1، تبدیل بشه به لگ نمیدونم، حالا مثلا اگر در انتهای لگ 6 میرین به تایم فریم بالاتر، انتهای لگ 2 داره ظاهر میشه. جاش مهمه. کجا دارم اینو میبینم؟ آیا قانون انتهای لگ 2 و 3 رو داره رعایت میکنه تو تایم بالاتر یا نه؟ اوکی. پس همه انگلف هایی که BMS دارن میدن در از مبحث لگ شماری به معنای انتهای این خط مشکی نمیتونن باشن. مفهومش اینه که شما اگر اینو در بیش از بالای 3 لگ دارین میبینین، باید برین تایم فریمتون رو عوض کنین، ببینین اونجا چه نقشی رو داره ایفا میکنه. در انتهای لگ 2 داره ظاهر میشه یا در انتهای لگ 3، یا اصلا شما در تایم فریم بالاتر ممکن انگلفه رو نبینین. اوکی. این نکته خیلی مهمه که باید بهش عزیزان توجه کنن. به عبارت دیگه، انگلف لگ 4 یا 5 مثلا، حالا من اینجا مثال زدم، انگلف لگ 5 در تایم فریم 4 ساعته یک پارتی هست از تایم فریم روزانه. حالا اینجا چه کاری دارم انجام میدم؟ دارم با بالا بردن تایم فریم هم سایز مارکت رو بزرگ میبینم. اتفاقی که مثلا مدتی هست برای 4 تا اونس جهانی افتاده. اگر شما توی الان همینجا، من چون رو مثلا میخوام راجع به صحبت کنم، اگر شما در اونس جهانی طلا دارین، یک حرکت سودی همینجور بدون وقفه
میبینین این معناش چیه؟ معناش اینه که سایز مارکتتون بزرگ شده. یعنی این خودش یک ایمپالس کامله. شما باید بری دیلی چک کنی، باید بری ویکلی رو چک کنی، باید بری حتی مانتلی رو چک کنی. مارکت سایزش چیه؟ بزرگه. اگر شما این حرکت یک حرکت کامله، همه این حرکت یک اصلاحه. میبینین این توده‌ای که دارم ترسیم میکنم هی داره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. ادامش بدم. دوباره این خودش یه حرکت بوده. حالا این یه اصلاح بوده یا نه نمیدونم، باید بررسی بشه. این خودش محدوده کانسالیدیشن بوده. ببینید چه سایزش داره بزرگ میشه. اما شما این بزرگی سایز رو مثلا در چارت پوند به دلار الان نمیبینین. اون خیلی زودتر در انتهای لگ 2 و 3 داره این انگولفا رو میده. ولی اینجا این موضوع اصلا صادق نیست در سایز بزرگتری که چارت اونس جهانی به خودش گرفته. بنابراین اصلاحاش بزرگترن، نوساناش بیشتره، ایمپالساش $100، $70، اصلاحاش $50، سایزش داره بزرگ میشه به خاطر چک کردن. و حالا من این از کجا میتونستم بفهمم؟ من میتونستم از لگ شماری بفهمم. اگه لگا رو شروع کنین به شمردن میبینین که در یک ایمپالس صعودی داره بالای 4، شما لگ پنجم داری میبینین، داری لگ ششم میبینین و خبری از انگولف نیست. وقتی اینو دارین میبینین یعنی اینکه باید چیکار کنین؟ تایم فریمتون رو ببرین بالاتر. این کمک رو داره به من میکنه. اما شما اگر در اصلاح یک چارتی دارین در انتهای اصلاحش دو لگ انگولف، سه لگ انگولف میبینین، سایزش بزرگ نشده، همونجا شکستا رو علامت میزنین و باش معامله میکنین و نگرانم نباید باشین که ممکنه انتهای روند رو دارین تشخیص میدین. انتهای ایمپالس منظورم است. خب این توضیحات رو دادم که مفهوم BMS و انگولف رو بهتر جا بیفته. در رابطه با لگ شماری دقت بیشتری عزیزان بکنن. لگ شماری معجزه معامله گری است از نظر من، یعنی تحلیلگر تکنیکال اگر مفهوم لگ شماری رو واقعا در مارکت درک بکنه و با این ساختاری که در مورد زمان گفتم ترکیب بکنه که بتونه در مارکت، عذرخواهی میکنم، این تجزیه رو انجام بده، یعنی بتونه این اجزا رو اینجوری اصلا جدا کنه توی ذهنش یا ترسیمش کنه، بتونه اینا رو جدا کنه و این مسیرهای قرمز رنگ و بعد سبز رنگ رو بتونه تو مارکت ببینه، تبدیل میشه به معاملهگری منحصر به فرد، عذرخواهی میکنم، نسبت به خیلی از معاملهگرای دیگه در اسکیل جهانیش. خب بیایم روی چارت اونس جهانی طلا، چون مثال بسیار خوبی داره. دست کم در این ناحیه که خب همونطور که میدونین قیمت طلا مدتی است که داره رکورد میزنه، هفته به هفته، روز به روز رکوردها داره جابجا میشه. اگر در یک حرکت صعودی مثل این پالسی که در اینجا شکل گرفته صعودی، اگر من مارکت رو دنبال بکنم، من فلشم رو پیدا کنم. خب کاری به لگ شماری این ناحیه ندارم که یک لگ شماری کاملا کامپلکس هست. همونطور که میبینین صد کانسالیدیشن خیلی بزرگی بود. یه لگ شماری به سمت نزول میتونیم انجام بدیم و بعد از اون مارکت شروع کرده به یک حرکت صعودی. خب اگر این حرکت صعودی رو با هم دنبال بکنیم و لگاش رو بشماریم، طبیعتا خیلی کندل رنگ مخالف شما دارین میبینین و نیازی به شمردنش هم نیست. میشه راحت تشخیص داد که مارکت داره بیش از 3 لگ رو در تایم فریم 4 ساعته میده. مثالی که من براتون دارم راجع بهش صحبت میکنم تایم فریم 4 ساعت است. من رنگ اینو این مقدار کم کنم، خیلی کم شد. خب حرکت صعودی دو لگ وارد محدوده کامپلکس پول بک میشه، لگ سوم دوباره کامپلکس پول بک، لگ چهارم پول بک، لگ پنجم انگولف. وقتی من دارم انتهای لگ پنجم در مارکت انگولف میبینم، این انگولف به معنای اتمام این رونده نمیتونه باشه. اگر دارم لگ شماری میکنم باید برم به تایم بالاتر، درسته؟ مثلا بریم به تایم فریم دیلی. اگه بریم در تایم فریم دیلی، حالا همین مارکت رو دنبال بکنیم، از پایین لگ یک، پول بک، لگ دو، میبینین انگولفی وجود نداره، فقط یه پول بک و لگ سوم شکل گرفته. الانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، این ویدیو 2 بار ضبط شد، ولی چون این انگولفه رو در انتهای دیلی داد و در گروه تلگرامی مونم راجبش صحبت کرده بودم، عزیزانی پرسیده بودن، یه بار دیگه من این ویدیو رو ضبط کردم که راجب این انگولفه صحبت کنم. اگر شما اینجور اسکیلش رو ببرین بالا، حالا اون انگولفه داره چی میشه؟ داره انتهای لگ 3 به شما میده. این میتونه یکی از آپشنایی باشه، چون محدوده اونس جهانی الان محدوده ناشناخته است. مثل این میمونه که شما یک کشتی رو 100 سال پیش، کاشفان قطب جنوب، یک کشتی رو برداشتی، حرکت کردی، رفتی به
قطب جنوب پر از چیزای جدید میبینین. ورود به محدوده تاریخی، شکست سقف و کفای تاریخی، ورود به همون قطب جنوبه. یعنی یک محدوده کاملا ناشناخته است. همونطور که میبینیم برای اولین بار هست که در محدوده قیمت 27.60 در اونس جهانی اوردرهای بانک بسته میشن. بعد از اون $50 طلا اومده پایین. معنیش اینه که بسیاری از بیگ پلیرهای ما روی ماکسیموم 27.60 از مارکت اومدن پایین. این عدد از کجا اومده؟ هیچ کسی نمیدونه جز اون کسی که اوردر رو گذاشته تصمیم گرفته از مارکت بیاد بیرون. چرا؟ چون توی محدوده سقف تاریخی هستیم. در مورد خیلی از جفت ارزان اتفاق عملا نمیفته، ولی چون در مورد طلا این مسئله زیاد داره پیش میاد، به خاطر همین اینا محدوده‌های جدیدی هستن در مارکت. هیچ برتری هم ندارن. اگه شما ببینین این محدوده ورودش هم روی 26.85 یه محدوده تاریخی بود تقریبا یه مدت پیش، ولی قیمت بهش هیچ واکنشی، یک فقط نقدینگی تولید کرد، دو تا صف تولید کرد، بعدم زدش. خیلی پشتش استاپ گذاشته بودن طبیعتا. پس بنابراین هیچ برتری و منزلات خاصی هم این اعداد تولید نمیکنه. رفتار مارکت رو باید دنبال کنین. اون انگلف انتهای لگ 3 هست، باید جدیش بگیرن، ولی این محدوده در تایم فریم 4 ساعته قابل جدی گرفته شدن نبود. حالا بریم همین چارت رو در تایم فریم 1 ساعته، من اون پارت آخرش رو میخوام همینجایی که الان داشتم صحبت میکردم و میخوام یه بررسی دیگه بکنم. اگه از بعد ساختار شناسی شما داشتین مارکت رو تحلیل میکردین، همونطور که میبینین قیمت بعد از این صعود عبور در تایم فریم 1 ساعته دارم توضیح میدم، ورود به این محدوده تنها جایی بود بعد از این کانسالیدیشن ها که شما 3 کندل نزولی میدیدین. پس میشد اینجا رو به عنوان اینکه دوتا نشد حرکت کرد، سقفی نشکست، وارد محدوده چی شد؟ کانسالیدیشن شد. شک دارین؟ از کانسالیدیشن میتونین از ابزار حجمتون کمک بگیرین. ببینین دست کم حالا از این محدوده که دیگه رنج بوده و این لگ سعودی اتفاق افتاده، تا هیچ کدوم از این محدوده ها ست کندل نزولی نمیدن عزیزان. تا 1 2 3 اینجا شما اولین جایی که میتونید های لول علامت بزنید. قبل از اون تا این محدوده اگه چک بکنین بیشترین محدوده حجم مال همین ناحیه است. پس این کانسالیدیشن بوده. اوکی، دارم اینجا رو توضیح میدم. من یه تیکر حذف کنم، دارم به این محدوده صحبت میکنم. خب پس شما علامت میزنین برای کانسالیدیشنتون. قیمت وقتی بیش از 3 کندل داره در 1 ساعت نزول میده، ببینین هیچ کدوم از این ناحیه‌ها این اتفاق نمیافتاد. یعنی چی؟ معنیش اینه همه این ناحیه داره یه دونه از اون عضلایی که الان توضیح دادم و شکل میگیرن، کلش این پالس. اوکی، از کانسالیدیشن به بعد البته. خب قیمت وقتی داره وارد یک محدوده میشه، من انتظارم چیه؟ انتظارم اینه طبق صحبتایی که الان کردیم، طبیعتا فروشنده نمیخوام بشم، چون این همون، بریم به تایم فریم 400 مجدد، این همون انگلف است که الان داشتم توضیح میدادم. این انگلف انتهای لگ 2 و 3 نزده برای شما که بگین این رفتار توی مارکت نشون دهنده انتهای این صعوده و بی ام اس اتفاق افتاده. از این صحبت ها هیچ کدوم از اینا نیست. شما کماکان توی مارکت چی هستی؟ بایرین. خب حالا قیمت اومد وارد محدوده کانسالیدیشن شما شد. شما میخوایم بدونیم که آیا در این اضلاعی که با هم صحبت کردیم، از همینجا بکشمش، اگر شما این حرکت صعود میدیدی و اینجا اومدیم توی این محدوده و حالا میخوایم بگیم که این ادامه پیدا میکنه، این ناحیه که یکی از اون اجزا بود در فراکتال توضیح میدادم، آیا این تمام شده یا نه؟ یکی از راههای تمام شدن و کنترلش چیه؟ لگاشو بشمارم. شما باید در محدوده لگ شماری اینجا 2 یا 3 لگ ببینین و انگلف ببینین. خب قیمت وارد محدوده کانسالیدیشن شما شده، ولی شما انگلفی نمیبینین. توی تایم فریم 1 ساعته انگلفی وجود نداره، صرفا این کندل سعودیه. خب بریم تایم دیگه، تایم فریم 2 ساعته ببینیم. اینجا انگلف دارم میبینم، خیر اینجا هم وجود نداره. در زمان برخورد عزیزان به این پین توجه کنن. بریم تو تایم فریم 3 ساعته، اینجا انگلفی وجود داره؟ نه. در واقع شما لایو نشسته بودی و اینجا بودین، این ست کندل هنوز ندیده بودین. اینجا این شرایط است. تا 3 ساعته هنوز یه لگه، 4 ساعته یه لگه، توی 2 ساعته میتونیم بگیم ورود به لگ 2، ولی هنوز انگلفی ظهور نکرده. توی 1 ساعت هم همینجور. بریم تایم نامانوستر 90 دقیقه نمیبینم، توی 45 دقیقه. خب طبیعتا تایم سایزه داره کوچیک، نگاه کنین دارم این سایز رو جابجا میکنم عزیزان. دارم این یه تیکه این محدوده توی این دایره رو دارم اینقدر جابجا میکنم. هنر معامله‌گر ما هست با این روش. هنر اون کسیه که دنبال مفهوم فراکتال میگرده.
دارم این تایمر رو جابجا میکنم تصویر رو واضح ببینم. اوکی، تا 30 دقیقه من چیزی نمیبینم. حالا شما لایف نشستین دارین مارکت رو دنبال میکنین، هنوز چنج آف کاراکتری براتون ظاهر نشده. توی 30 دقیقه گذشته شما یه دونه انگولف دارین میبینین. اوکی، تایم فریممون حواستون باشه با مطالب دیگه اشتباه نگیرین. ساختار شناسی همش ماکسیم، در واقع پایین ترین تایمی که شما میتونین بیاین تایم فریم 1 ساعت است. اما من دارم اینجا لک شماری میکنم. لک شماره محدودیت تایم فریم نداره عزیزان. توی 30 دقیقه دارم انگولف میبینم، انگولف هم مد نظرمه. اگه همین لحظه لایف حالا نشسته بودیم به تایم فریم 1 ساعته میرفتیم، کماکان این یه دونه کندل سعودی فقط ظهور کرده بود، تصویری به من نمیده. روی 30 دقیقه باید تصمیم بگیرم ورود بکنم به مارکت یا ورود نکنم. توی 30 دقیقه از اون بالا لگ اول پول بک، لگ دوم انگلف به من داده شده. قیمت هم به محدوده کانسالیدیشن شما خورده. درسته؟ شما چیکار میکنین؟ محدوده کانفرمتون رو علامت میزنین این ناحیه. این میشه کانفرمیشن من اسمشو بذارم. این میشه کانفرم شما. کل تمام محدوده که قیمت اومد پایین تا نهایتا رفت و اون انگلف شکل گرفت. حالا این اگه شما بریم به تایم فریم پایین تر، طبیعتا توی این ناحیه باید چنج آف کاراکتر ببینین، یعنی CHO ببینین. خیلی زودتر تو 3 دقیقه مثلا شکل گرفته. یک مثال راجع به ستاپ ورود میذارم عزیزان، خیلی میپرسن بدونی که اینا رو شما چجوری تشخیص میدین که میفهمین که این چنج آف کاراکتر اتفاق افتاده. براتون مثال میذارم، ویدیو مثال در پیش خواهد بود در احتمالا با همین موضوع. توی این یکی از این تایم فریم ها، مثلا تایم فریم 3 دقیقه، بریم پایینتر حتی تایم فریم 1 دقیقه، این تغییر کاراکتر اتفاق افتاده. مثل اینجا اومده. حالا من دارم یه مقدار سریع میکشمش. این تغییر کاراکترش اینجا برای شما اتفاق افتاده بوده. اینم ببریم اینجا. من نرفتم تایم فریم 1 دقیقه رو ببینم. اوکی، من داشتم لک شماری میکردم، ولی توی لک شماری انگولفر رو دیدم. درسته؟ پس چون محدوده انگولف رو دیدم کارم راحته. میتونم برم تو تایم پایینتر اون ناحیه رو پیدا کنم، کانفرمم علامت بزنم و الی آخر. درسته؟ البته اینجا کانفرم خوب ترسیم نشده. کانفرم صحیح میشه این. میشه این ناحیه. اوکی؟ میتونین برین در تایم فریم پایینتر با دقت بیشتری، با استاپ جمع و جورتری عذرخواهی میکنم ورود کنین، فرصت ورود براتون ظاهر بشه. خب ببینیم نتیجه چی شد از این تفسیرمون. نهایتا فکر میکنم اندازه 1/3، 1/4 و حتی بیشتر رو هم در مارکت تا اون سقف دست کم به من داده. اوکی، برای لک شماری تا تایم فریم 30 دقیقه اومدم پایین. چرا اومدم پایین؟ چون قیمت به محدوده ارزندم خورده بود. یعنی مهندسی معکوس کردم. من انتظار میکشم قیمت به مستطیل کانسالیدیشن من بخوره، ریاکشن بده. اوکی، این ریاکشن خودش رو در تایم فریم 1 ساعته نشون نداد در قالبی انگلف. یعنی شما تو 1 ساعته نشسته بودین لک شماری میکردین، انگلف رو نمیدیدین، ولی اومدم تا تو 30 دقیقه همه تایم فریم ها رو گشتم. تو 30 دقیقه به من یه نشونه ورود داد. همون نشونه ورود رو میتونم جدی بگیرم و باهاش ورود کنم. طبیعتا عزیزان کماکان شما بایر بودین. این انگلفی که در تایم فریم 4 ساعته ظهور کرده بود، چون در انتهای لگ 2 و 3 نبود، مبنای این که روند من تموم شده نباید باشه. همونطور که می‌بینی هیچ واکنشی هم بهش نشون نداد، هیچ قدرتی هم نداشت، هیچ کار خاصی هم توی مارکت نکرد. ولی در رابطه با شرایطی که در حال حاضر موجود هستن مارکت، زمانی که شما این ویدیو رو ببینین سشن اروپا هم باز شده. طبیعتا الان شرایط مارکت یک شرایطی هست که به من این پالس رو داره میده که شما نکته که میخواستم اینجا خوب است راجبش صحبت کنم و اینا رو پاک کنم. باز هم خیلی خوبه و این کاری که خود من همیشه میکنم. اگر شما اینجا در انتهای لگ دوم یا لگ سوم هستین، انگلفی دیدین، این انگلف، این خود این موومنتی که شما انگلفش رو تشخیص دادین، یعنی اینجا تو این ناحیه، این باید یک جزئی، یک پارتی از فراکتال تایم بالاترش باشه. اگر من همچین شرایطی رو توی مارکت دارم، میرم به ویکلی ببینم اونجا چه وضعیتی داره. این البته استثناء از در مورد طلا الان
اسکیل مارکت انقدر بزرگ شده. خیلی کم ممکنه پیش بیاد، که خیلی کم پیش میاد شما در مورد جفت ارزها و مسائلی از این دست لازم باشه که اصلا به ویکلی برین، یعنی به اونجا نمیرسه. معمولا انقدر واضح میشه که نیازی به رؤیت اونا نیست. ولی اگه شما وارد محدوده تایم فریم ویکلی بشین در چارت اونس جهانی، میبینین که اون هم داره بالای این محدوده ها داره توی لگ شماری میده. یعنی این پالساتون الان تعداد لگای صعودیتون خیلی بیشتر از 2 یا 3 لگ هست. باز هم بریم به تایم فریم بالاتر، اگه وارد محدوده تایم فریم مثلا ماهانه بشین، میبینیم که ماهاست قیمت حتی یک اسلام روی مانتلی نداده. پس بنابراین این لگ شماری و این ازلا، به خاطر همین هم است که این اسکیل ها انقدر بزرگه روی چارت اونس جهانی. این کمک به من میکنه که تشخیص بدم اگر شما اینجا انگولف رو هم میبینین، ابدا به معنای این نیست که دیگه این آخرین سقف من هست و مثلا تا 6 ماه آینده رفتیم الان مانتلی رو دیدیم، تا 6 ماه آینده شما اینجا هیچ خبری در ادامه صعود نه، 100% قیمت $2800 رو در اونس هم خواهیم دید. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که دست کم در مانتلی هنوز لگی یکش اصلاح نداده، پس مطمئنا ماهایی در پیش خواهد بود که قیمت بالای $2800 رو هم حتی ببینه و اونس $3000 ببینیم. این از بعد لگ شماریش. ولی وقتی رو جزئیات میم، حالا میخوایم تو تایم فریم 1 ساعت و 5 دقیقه و 1 دقیقه معامله کنیم، شما باید این انگولف ها رو بتونین رصد کنین. امیدوارم توضیحاتی که مربوط به مبحث فراکتال و لگ شماری بود، ترکیبشون مورد استفاده عزیزان واقع شده باشه. وقتی تمرین میکنین باید جدا تمرین کنین. همونجوری که میبینین من اینجا هیچ بی ام اس و بی او اس و ماژور و اینا علامت نزدم، فقط داشتم لگا رو میشمردم و داشتم ساختار فراکتالی رو دنبال میکردم. وقتی حالا یا ابتدای کارتون یا انتهای کارتون، وقتی این محدوده کارتون باش تموم میشه، وارد استپ ساختار میشین. حالا میتونین بی او اس و بی ام اس هاتون علامت بزنین و مارکت رو بهتر بخونین و باش معامله کنین. یادتون نره این اجزا رو بتونین توی مارکت باید بتونین جدا کنین. یعنی این تشخیصش با من هست که بتونم این توده ها رو از هم جدا کنم، تشخیص بدم و این به شما کمک میکنه که مسیر بهتری رو در مارکت بتونین از بعد دیدن تایم فریم صحیح و همون کاغذ کپی بچگی ما تصاویر سه‌بعدی دقیق تری بهتون بده. امیدوارم این ویدیو مورد استفاده عزیزان واقع شده باشه. در مورد ویدیو بعدی و موضوع و تاپیکش به مرور در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام و در یوتیوب حتما اطلاع رسانی خواهد شد. کانال رو به دوستانتون معرفی کنین. در پیج بنده در یوتیوب دکمه سابسکرایب کانال رو بزنین و نوتیفیکیشنتون رو فعال کنین. اگه این کار رو انجام بدین، ویدیوهای جدید که براتون آپلود میشه نوتیفیکیشن براتون میاد روی گوشی که ویدیوی آپلود شده. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. Jack it up.